سلام و درود نصار یک شما خوبان. امیدوار هستم خوب صحتمند سر حال باشید. از هر گوشه دنیا که ما رو ببینید دست لباس عافیت به تن داشته باشید. ما عمران قیومی هستم و شما را خوش آمدید میگم با یک گزارش دیگه. ما امروز آمدیم به مارکت نوای خیرخواه که چند پیش به فعالیت خود آغاز کرده و یکی از بزرگترین مارکت های داخل افغانستان است که در این اواخر خیلی زبان زده، خیلی مردم از کرد هموطن ما میگه که مارکت خیرخواه یک از بهترین مارکت های کابل است. ما امروز آمدیم ببینیم که چی ویژگی ها داره، چی سهولت های جدید فراهم ساختن برای هموطنان ما و چقدر بودجه بالای از مارکت مصرف شده تا همچون شکوه داره. ما میریم به داخل مارکت به شما به نمایش میگذاریم و همچنان امروز مسئول از این پروژه صحبت‌های می داشته باشیم که چقدر بودجه بالای از مصرف شده و همچنان همه معلومات مختصره از خود انجینیر از این پروژه می داشته باشیم. با ما باشین تا آخر برنامه را. کمپلکس تجارتی خیرخواه که در جاده نادر پشتون شهر کابل موقعیت دارد به عنوان یک پروژه بزرگ و مدرن با سرمایه گذاری بیش از 32 میلیون دلار به بهره برداری رسید. این کمپلکس که در گذشته در اختیار مافیای این صنعت بود، با آمدن امارت اسلامی فرصتی برای رشد و پیشرفت کشور فراهم کرده است. کمپلکس خیرخواه در 9 طبقه شامل 1278 دکان، 79 دفتر اداری و 2 پارکینگ برای بیش از 1700 اراده و سایت طراحی شده است. علاوه بر این پروژه شامل رستوران ها، ساحات سبز و امکانات ورزشی برای رفاه مردم نیز می باشد. کار ساخت و ساز این کمپلکس به شکل دوامدار در 3 شیفت ادامه داشت و حدود 15,000 کارگر افغان به صورت مستقیم در این پروژه مشغول به کار بودند. این پروژه به صورت مشارکت میان سکتور خصوصی و عمومی با مدل DBFO ساخته شده است. این مدل تضمین می‌کند که تمام تأسیسات و ملکیت کمپلکس پس از 30 سال به امارت اسلامی تحویل داده خواهد شد. در این پروژه استفاده از مواد ساختمانی وطنی اولویت داشته و تنها در صورت نبود مواد داخلی از مواد خارجی استفاده می‌شد.
این کمپلکس به صورت مدرن و معیاری در زمینی به مساحت 10,400 متر مربع ساخته شده است. در کنار این طراحی ها شامل 3 صنف دکان ها، ابزار الکترونیکی، الکتریک و موبایل فروشی، محل نمایش های ابزار الکترونیکی، مسجد، میدان ورزشی، رستوران ها و تفریحگاه ها می باشد. همچنان برای تأمین برق نیز از انرژی شهری و همچنان انرژی خورشیدی استفاده می کند. شبکات پیاده‌رو در اطراف این مارکت نیز با مساحت 3200 متر مربع سنگ فرش شده است که علاوه بر راحتی برای عابرین، زیبایی ویژه‌ای نیز با محیط بخشیده است. این پروژه نه تنها در زمینه تجارت و اقتصاد، بلکه در زمینه بهبود زیرساخت‌ها و رفاه شهروندان نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت. کمپلکس تجارتی خیرخواه آماده است و به زودی